سلام خدمت تمام دوستان عزیز. به جلسه اول آموزش پایتون خوش اومدید. امیرحسین غفاری هستم، مدرس پایتون. خب دوستان، یکم در مورد پایتون بعد این جلسه صحبت کنیم. جلسه مقدمه هستش، ببینیم اصلا چرا پایتون رو یاد بگیریم، بازار کارش چجوریه، سازندهش کی بوده، شاخه هاش رو بگیم یا هواش رو بگیم، یکم در موردش صحبت کنیم و ببینیم که اصلا ما چرا به پایتون نیازمند. قطعا همتون هم شنیدین AI و ChatGPT و AI مختلف اینا هستش که پایتون خیلی میتونه کمکتون کنه توی زمینه AI ماشین لرنینگ هستش. خب بریم صحبت کنیم در موردش. خب ما اصلا چرا باید پایتون رو انتخاب کنیم، چرا پایتون باید سمتش بریم یاد بگیریم؟ اولین موردش اینه که سادگی و خوانایی بالایی داره، در این حال ساده است و شما اگر برنامه‌نویسی خاصی هم بلد نباشید، فقط یکم زبان نویسی بلد باشید، کداش رو ببینید قطعا میشناسید و خب میتونید تحلیل کنید کمی از کداش رو، چون خیلی به زبان انگلیسی هم نزدیک هستش. یادگیری سریع داره، شما به راحتی میتونید یاد بگیرید، نیاز نیست کدای طولانی بزنید، چند خط هم میتونید کار پیشرفته انجام. کاربرد گسسته داره، خیلی کاربرد داره توی زمینه AI، دیتا ساینس، تحلیل آمار و حتی فریمورک جنبش و اتوماسیون، برنامه‌های دسکتاپ و اینترنت اشیا، چون کتابخانه‌های خیلی قدرتمند و گسترده‌ای داره و همین هم کمک کرده که پایتون یک زبان قدرتمندی باشه. توی شرکت‌های بزرگ میتونید ازش استفاده کنید، مثل شرکت بزرگ که الان در حال حاضر استفاده شده گوگل هستش، فیسبوک هستش، نتفلیکس و اینستاگرام، ناسا، اینا همه از پایتون دارن استفاده میکنن. موردهای دیگه هم هستش، مثل شما میتونید حتی باهاش بازی سازی کنید. حالا چه کسانی باید برن سمت یادگیری پایتون؟ افرادی که تازه میخوان برنامه‌نویسی شروع کنن، کسایی که دوست دارن تحلیل کنن، اونایی که حالا دانشجوی رشته مهندسی هستن، افرادی که میخوان کارهای تکراری و خودکار تکرار بشه، کارهای تکراری دارن میخوان خودکار این کارها تکرار بشه، افرادی که دنبال زبان برنامه‌نویسی ساده‌ای هستن میتونن با پایتون شروع. مورد دوم، اصلا سازنده پایتون کی بوده، چه کسی پایتون اصولا بگن طراحی کرده؟ سازنده پایتون خیدو فان روسوم هستش، به برنامه‌نویس هلندی بوده که سال 1980 اگه اشتباه نکنم 80 نسخه اول اون رو طراحی میکنه و سال 1991 منتشر میشه، بودن بعد 11 سال. هدفش هم این بوده که به زبان خوانا و راحت و در این حال قدرتمند طراحی کنه و اکثرا از سال 2018 خیلی کاربردهاش بیشتر شد، حوزه‌های کاری زیادی وارد اون شدن و در حال حاضر هم که دارن هر کسب و کاری از اون داره استفاده کنه. در مورد بازار کارش بگیم، بازار کار پایتون چجوری؟ بازار کار پایتون خیلی گسترده است، خیلی بازه، یعنی پایتون به یک شاخه ختم نمیشه، شاخه‌های خیلی زیادی داره، مثل هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ،
تحلیل داده و آمار، حتی برنامه‌نویسی وب به نوع که جنبه که داره، نصب، اتوماسیون اسکریپت نویسی، امنیت سایبری، تست نفوذ خیلی داخلش حتی درآمد داره. توسعه بازی و اپلیکیشن هستش. خب شاید براتون سوال پیش بیاد که تو ایران چجوری رشد چشمگیری تو ایران داشته این چند سال اخیر، مثلا سال 2025 که خیلی بیشتر به رسمیت شناختنش پایتون با شرکت‌های دولتی، خصوصی، فینتک‌ها، شرکت‌های که برنامه‌نویسی زیادی دارن اخیراً خیلی دارن ازش استفاده می‌کنن. خارج از کشورم که 100% دارن ازش استفاده می‌کنن با درآمدهای بالا. افرادی که پایتون بلدن و خارج از ایران هستن درآمدها خیلی بالا. البته تو ایران هم درآمد کمی نداره. خب شما میتونید به عنوان تحلیلگر باشید یا متخصص ماشین باشید، به عنوان دانشمند داده باشید، مهندس داده باشید، برنامه‌نویس پایتون باشید، فریلنسری کار کنید، توسعه دهنده وب باشید. همه اینا از شاخه‌های وب هستش. توی ایران میانگینی که امسال بوده و تحقیق شده ماهانه بین 15 تا 50 میلیون بستگی به تجربه و سطح تخصص فرد درآمد داشته و خارج از ایران سالانه 60 الی 150 هزار دلار درآمد داره تو آمریکا و اروپا. شما میتونید با نمونه کارهایی که میزنید داخل گیتاب بذارید و تو جام اینجا بذارید، پیشنهاد کار بدید و بستگی به شرایط و تخصصی که دارید پیشنهاد کار دریافت کنید و انجام بدید. شاخه‌های پایتون رو گفتیم، سازنده پایتون رو گفتیم. حالا میمونه که بعد از پایتون ما باید چی کار بکنیم. نمیشه گفت بعد از پایتون باید چی کار بکنیم. این سوال کلی هستش. خب ما پایتون انتها نداره. شما میتونید وارد سیستم هوش مصنوعی، طراحی شبکه‌های عصبی، خیلی گسترده است. وارد کارهایی که بستگی به علاقتون وارد چنین کارهایی بشید. یعنی به یک شاخه و دو سه شاخه ختم نمیشه. شاخه خیلی زیادی داره، همونطور که چند تاش هم گفتیم. حالا رقبای پایتون هم بگیم دیگه اینجا اومدیم. اولین رقیبش جاوا اسکریپت هستش. جاوا اسکریپت خیلی زبان قدرتمند و خیلی دشوار. یعنی اگر بخوایم نسبت به پایتون مقایسش کنیم، ضعف جاوا اسکریپت به نسبت پایتون بگیم خیلی دشواره برای مبتدیان و یادگیریش هم سخت‌تره. زبان آر، گو، جاوا و اینا خیلی رقیب‌های پایتون هستن، ولی خب سخته. جاوا و جاوا اسکریپت اینا زبان‌هایی هستن که نسبت به پایتون سخته. جلسه اول ما به پایان رسید. امیدوارم که نکاتی که گفته شد تو این جلسه به درد خورده باشه. شما رو دعوت میکنم به جلسه دوم آموزش پایتون.